حالا اسم تروما باند به گوشتون خورده. برای من یه چیز جدیدیه، خیلی هم دوست دارم راجبش باهاتون صحبت کنم چون خیلی چیز جالبیه برام. اینطوریه که با یه نفری تو رابطه ایم که طرف میاد بهمون عشق میده، بهمون علاقه نشون میده، کلی حالمون رو خوب میکنه، میره دیگه ازش خبری نیست. انگار نه انگار که تو وجود داری و تو یه حالت کمبود احساس میکنی دیگه. چیکار میکنی؟ هی فکر میکنی کاری کردی یا فکر میکنی چیزی کم گذاشتی، هی شروع میکنی خودتو بهتر و بهتر کردن برای طرف. بعد از 2 روز 3 روز یه هفته طرف میاد دوباره بهت کلی عشق میده، دوباره بهت کلی علاقه نشون میده، میره دوباره ازش خبری نیست. اینطوری با این تریکایی که میزنن، با این فنایی که میزنن، باعث ایجاد یه جور وسواس روانی تو ما میشن که ما اصلا ازش خبر نداریم. یه آزمایشی اومدن روی همچین کیسایی انجام دادن، یه محوطه‌ای رو در نظر گرفتن، چند تا موش گذاشتن و یه پدال. موشا هر بار که این پدالو فشار میدادن براشون غذا میومد. تو حالت دوم اومدن غذا رو کلا قطع کردن. موشا که هر بار پدالو فشار میدادن میدیدن خبری نیست، کلا بیخیال این پدال شدن. حالت سوم حالتی بود که موشا پدالو فشار میدادن غذا میومد، ولی 5 بار 10 بار 15 بار میزدن خبری از غذا نبود. مثلا بار 16 هم غذا میومد. نوبتیش کرده بودن، یعنی یه بار غذا میومد، چند بار غذا نمیومد، بعد دوباره غذا میومد. بعد از یه مدت میبینن این موشا مریض میشن، بعضیاشون موهاشون شروع میکنه بریختن و وسواسی شده بودن، همش داشتن این پدالو میزدن. این دقیقاً شبیه سازی همون نوع رابطه ایه که بعضی آدما میان با ما و این کارا رو با همون میکنن. بهش میگن تروما باند. اگه دوست داشتی تو منابع انگلیسی که من خوندم، حالا نمیدونم شاید تو منابع فارسی هم باشه، ولی خلاصش میشه همین چیزی که دارم بهتون میگم. اگه طرف داره میاد بهت کلی عشق میده، بهت کلی توجه نشون میده، بهت کلی علاقه نشون میده، میره ازش خبری نیست، انگار وجود نداری، بعد دوباره که میاد بهت کلی توجه و عشق نشون میده، این داره باعث ایجاد یه جور وسواس توت میشه، یه مریضت داره میکنه. خیلی باید حواست به این باشه اگه توی همچین رابطه سمی هستی. و اینکه بچه‌ها از دور که نگاه میکنی میگی یه چیز ساده است، آدم مگه مریضه بمونه توی همچین رابطه‌ای؟ ولی اگه توش باشی، کسایی که توی همچین رابطه‌ای هستن دقیقاً میدونن من چی دارم میگم. واقعا بیرون اومدن ازش سخته، به خاطر اون وسواس روانی. خیلی چیزا تو ناخودآگاه ما داره صورت میگیره. به طور خودآگاه میدونیم که آقا این کار غلطه، ولی چون رو ناخودآگاهمون داره تاثیر میذاره، چون رو روانمون داره تاثیر میذاره، اون وسواسه رو تومون ایجاد میکنه و بعد خودمون از یه همچین رابطه‌هایی نجات بدیم. چون اگه بمونیم توی همچین رابطه‌هایی فقط ضعیف‌ترمون میکنه، فقط وسواسی‌ترمون میکنه و آخرش هم داغون میشیم دیگه. تهش هم هیچی ازت نمیمونه که بتونی حتی از خودت دفاع بکنی. پس زودتر به داد خودت برس. اگه یه همچین رابطه‌ای داری میبینی بدون فوق‌العاده مسمومه و طرف داره رو ذهنت، رو روانت داره کنترل میکنتت. حواست به خودت باشه. تا ویدیوهای بعدی بچه‌ها، فعلا.